تاریخ پر از اسمهای بزرگ فاتحانه، ولی فقط تعداد کمیشون تونستن امپراتوری هایی بسازن که قرنها دوام بیاره و یه نام خوب از خودشون بذارن. یکی از این اسما کوروشه، مردی که نه تنها به عنوان پدر ایران شناخته شد، بلکه منشور حقوق بشرش یه انقلاب واقعی تو تاریخ حکومتداری بود. ولی این شاه افسانه‌ای چطور به این قدرت رسید؟ خب بیایم از اول شروع کنیم. داستان تولد کوروش کبیر واقعا پر از افسانه و رمز و رازه. میدونی این داستان ها بیشتر از منابع تاریخ یونانی مثل هرودوت اومدن که میگن پدر بزرگش آستیاگ که پادشاه قدرتمند ماد بود، یه شب خوابی دید که حسابی ترسوندش. خواب دید که نوش یعنی همین کوروش قراره تاج و تختش رو ازش بگیره و همه چیز رو زیر و رو کنه. آستیاگ که حسابی نگران شده بود تصمیم گرفت ریسک نکنه و دستور داد نوزاد کوروش رو بکشن تا این تهدید از بین بره. اما ماجرا اینجا جالب میشه. یه چوپان مهربون و دلرحم که مسئول اجرای این دستور بود نتونست دلش بیاد و بچه رو بکشه. به جاش نوزاد رو مخفی کرد، نجات داد و مثل بچه خودش بزرگش کرد تو دل طبیعت و بین گوسفندها. این افسانه ها نه تنها هیجان انگیزن، بلکه نشون میدن که حتی از همون لحظه تولد انگار سرنوشت کوروش با قدرت و پادشاهی گره خورده بود. انگار تقدیر از اول براش برنامه‌ریزی کرده بود که بشه یه رهبر بزرگ. واقعا فکرشو بکن، یه نوزاد بیگناه که قرار بود از بین بره چطور تبدیل به یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ شد. خب حالا کوروش دیگه یه بچه نبود، یه مرد جوان باهوش و کاریزماتیک شده بود که همه رو جذب میکرد. با همون هوش و ذکاوت نظامی عجیبش شروع کرد قبایل پراکنده پارس رو دور هم جمع کردن. میدونی این موقع پارس ها یه مش قبیله کوچیک و جدا از هم بودن. هیچ کس فکر نمی‌کرد یه روز بتونن یه امپراتوری بزرگ بسازن. ولی کوروش یه جوری حرف میزد، یه جوری برنامه میریخت که همه بهش ایمان آوردن و پشتش وایسادن. بعد نوبت رسید به کار اصلی، قیام علیه مادها. مادها اون موقع ابرقدرت منطقه بودن و آستیاگ پدر بزرگ خود کوروش پادشاهشون بود. فکر کن یه جنگ داخلی، یه جورایی پسرعمه کشی خانوادگی، ولی تو دل امپراتوری ماد. کوروش با یه ارتش که خودش از صفر ساخته بود رفت جلوی پدر بزرگش وایساد. نبرد سختی بود ولی در نهایت کوروش پیروز شد. آستیاک رو شکست داد و تاج و تخت و ماد رو هم به دست آورد. این فقط یه فتح معمولی نبود، یه پیروزی ساده که بگی خب بردیم تموم شد. نه، این لحظه تولد یه امپراتوری عظیم بود. از همینجا، از همین پیروزی، امپراتوری هخامنشی شروع شد. یه امپراتوری که بعداً بزرگترین امپراتوری تاریخ تا اون زمان شد. یه جوان پارسی با دست خالی و فقط با هوش و دل مردم یه ابرقدرت رو زمین زد و تاریخ رو عوض کرد. واقعاً دیوونه کننده است، نه؟ بعد از ماد کوروش دیگه ترمز برید. اول رفت سراغ لیدیه، ثروتمندترین کشور زمان خودش، با پادشاهش کرزوس که همه میگفتن ثروتمند مثل کرزوس. تو چند ماه کارش رو ساخت، لیدیه رو گرفت، طلاهاش رو به جیب پارس ریخت. ولی شاهکار واقعیش بابل بود. بابل یعنی شهر افسانه‌ای، دیوارهای 100 متری، باغ‌های معلق، دروازه‌های برنزی. همه فکر می‌کردن فتحش غیر ممکنه. کوروش یه شب مسیر رود فرات رو منحرف کرد، از زیر دیوارها رفت داخل و بدون یه قطره خون شهر رو گرفت. صبح که مردم بیدار شدن دیدن فاتحشون با لبخند و از شاخ زیتون داره میاد. همه خیابون پر از گل شد. مردم خودشون هورا کشیدند و گفتن این همون پادشاهی که ما منتظرش بودیم. اینجا دیگه فقط فتح نبود. کوروش نشون داد یه پادشاه میتونه با مهربونی هم دنیا رو بگیره.
و حالا میرسیم به جایی که کوروش دنیا رو شوکه کرد. بابل، پایتخت یه امپراتوری عظیم پر از ملت‌ها و دین‌های مختلف. هر فاتح دیگه‌ای که میومد اول معبد میزد، مردم رو میکش یا به بردگی میبرد. ولی کوروش اون نه، تنها یه نفر رو نکش، حتی یه معبد رو خراب نکرد، بلکه رفت تو معبد مردوک، دست به سینه و گفت از امروز همه آزادید، هر چی دلتون میخواد پرستش کنید. یه عالم برده یهودی و بومی هم آزاد کرد و گفت بروید خونه هاتون رو بسازید، من خرجتون رو میدم. بعد یه اسطوانه گلی درست کرد، روش با خط میخی نوشت من کوروشم، پادشاه جهان، هیچکس تو سرزمین من نباید دین نجاتش بترسه. همون اسطوانه‌ای که امروز تو موزه بریتانیا هست و سازمان ملل روش کپی گرفته و گفته این اولین منشور حقوق بشر تاریخه. فکرشو بکن، 2500 سال پیش یه پادشاه تو اوج قدرت به جای زور و شمشیر با عدالت و احترام یه امپراتوری چند میلیاردی رو سرپا نگه داشت. این دیگه فقط نبوغ نظامی نبود، این نبوغ انسانی بود. کوروش اینجا به همه پادشاه‌های بعدش درس داد میتونی دنیا رو بگیری و هنوز آدم بمونی. سالها بعد توی یه نبرد دور افتاده تو شرق ایران، تو دل دشت‌های خشک آسیای مرکزی، کوروش کبیر تو اوج قدرت تو 53 سالگی توی جنگ رو در رو با قبیله‌های ماساکتای یه تیر به پاش خورد و همونجا افتاد. میگن آخرین جملهش این بود من رفتم ولی ایران میمونه. و واقعا موند. اون امپراتوری که از رود سن تو هند شروع میشد و تا دریای اژه تو یونان میرسید، بزرگترین قلمرویی که تا اون روز دنیا به خودش دیده بود. بعد از مرگش هم سالها سرپا موند. ولی میراث واقعی کوروش نه فقط این نقشه بزرگ بود، میراثش این بود که به همه پادشاه‌های بعدی یاد داد میتونی خیلی قوی باشی ولی لازم نیست خیلی ظالم باشی. میتونی دنیا رو بگیری و هنوز دل مردم رو هم داشته باشی. 2500 سال گذشته، امپراتوری ها اومدن و رفتن، ولی هنوز وقتی اسم کوروش میاد مردم لبخند میزنن، سرشون رو بالا میگیرن و میگن آره، یه روزی یکی بود قدرت رو با انسانیت قاطی کرد و تاریخ رو عوض کرد و این یعنی نامش واقعا جاودانه شد.